به نام خدا، با عرض سلام خدمت همکاران گرامی. یکی از موضوعاتی که مطرح شده بود که استادا چگونه میتونن در داخل سیستم HLMS از قابلیت حاضری استفاده بکنن. خب زمانی که ما داخل کورس وارد میشیم میتونین از قسمت اد ان اکتیویتی و ریسورس یک اکتیویتی به نام اتندنس اضافه کنیم. بعد از او در صفحه جدید ما میتونیم مثلا نامی برای از او بگیریم، فرض مثال حاضری فرزند سمستر چندم یا یک عنوان برای از او تعریف کنیم. بعد از روی سیو اند ریترن تو کورس کلیک میکنیم. بعد از اینکه کلیک کردیم به این قسمت یک اتندنس ایجاد میشه، منتها بعد از او داخل او وارد شده. به خاطر از اینکه بتونیم از قابلیت حاضری استفاده بکنیم باید روی اد سژن کلیک کنیم. وقتی روی اد سژن کلیک کنیم میتونیم شما یک تاریخ خاص در نظر بگیریم، فرض مثال برای فردا یا هر روزی که تاریخ تعیین میکنیم که میخواین حاضری بگیریم، تاریخ رو مشخص میکنیم و همچنان ساعت یا تایمر هم میتونیم اینجا تعریف بکنیم. مثلا برای 8 جولای از ساعت 9 تا 10 ما میخوایم مثلا حاضری بگیریم و بعد از او دکمه ادر کلیک میکنیم. بعد از اینکه دکمه اد کلیک شد به این قسمت حاضری ایجاد میشه و هر زمانی که استاد بخواد حاضری محصلانه بگیره باید بیه در قسمت روی همون اتندنس کلیک کرده باشه و بعد از روی این دکمه کلیک کنه. بعد از کلیک کردن لیست محصلا به این قسمت نشان داده میشه و میتونه از این بخش اونا رو حاضر بگیره یا فرض مثال میشه گفت با تأخیر در نظر بگیره، یا میتونه فرض مثال اگر کدوم محصل برای استاد پیام داده که من به همین تایم نمیتونم حاضر باشم، میتونیم ایر انتخاب بکنیم و یا هم ای به خاطر ابسنت انتخاب بکنیم. یعنی هر کدوم از اینا رو ما میتونیم انتخاب بکنیم و بعد از او حاضری ذخیره کنیم، یا میتونیم برای هر کدوم از محصلا جدا جدا در نظر بگیریم، یا اگر همون محصلا مثلا حاضر هستن میتونیم برای همه اینا انتخاب بکنیم. خب حالا ما از کجا میتونیم حالا بفهمیم که مثلا محصلا شرکت داشتن داخل صنفیان داشتن، یا اگر حاضری ایجاد میکنیم چگونه بفهمیم که فرض مثلا اونو به همین تایم یا همین ساعت حاضر هستن یا خیر؟ اگر به طرف چپ صفحه وقتی که وارد کورس هستیم نگاه کنیم، گزینه‌ای داریم به نام پارتیسیپنتس که روی از کلیک میکنیم و وقتی رو کلیک کردیم به این قسمت برای شما لیست تمام محصلا یا تمام کسایی که در داخل کورس شما هستن نشان داده میشه. و در این قسمت طرف راست یک کالمی داره به نام Last Access to Course که نشان میده که هر کدوم از محصلا شما آخرین دفعه‌ای که داخل کورس شده بودن چی زمانی بوده. مثلا این هست never، این هست مثلا 1 ساعت و چند دقیقه قبل، این هست مثلا 9 روز قبل. از روی این شما میتونین تصمیم بگیرین که آیا اون محصلا رو حاضر بزنیم یا خیر. و همچنان اگر روی خود این کالم کلیک بکنیم، دفعه اول اگر کلیک کردیم برای شما لیست به اساس غیر حاضران نشان میده یا به اساس کسایی که تا به حال از سیستم استفاده نکردن. و اگر دوباره روی کلیک کنیم لیست به اساس آخرین دسترسی برای شما سورت میکنه. یعنی آخرین نفر از محصلا که به صنف دسترسی داشته 57 دقیقه قبل بوده، قبل از او 1 ساعت و 27 دقیقه قبل. به همین ترتیب برای شما نشان میده که فرضاً این محصلا به کدام ساعت یا به کدام تایم دسترسی داشته. همچنان شما میتونین در داخل کورس های خود ببینیم که آیا محصلا چقدر فعالیت داشتن و فیصدی فعالیت ها از اونا چقدر بوده و همچنان به صورت کل همون پروگرس کاری از اونا یا میشه گفت پیشرفت اونا در داخل کورس خود بررسی کنید. فقط لازم هست که بیایم دوباره به صفحه اول کورس خود. بعد از این قسمت روی آیکون گیر کلیک کنیم و این گزینه آخری به نام مور که هست روی کلیک میکنیم. در صفحه باز شده میایم پایین به این قسمتی داره به نام ریپورتس. این قسمت ریپورتس برای شما تماما میشه گفت فعالیت های اعضای داخل این کورس نشان میده. برای مثال من میگم بیا اکتیویتی ریپورتر برای ما باز کن، به یک صفحه جدیدی باز میکنیم. کورس پارتیسیپیشن میگیم به یک صفحه جدیدی باز بکن و همچنان اکتیویتی کامپلیشن به یک صفحه جدیدی باز کن. ببینیم که این سناریو ریپورتی که ما باز کردم چی حالتی داره. خب گزینه اول ما اکتیویتی ریپورت است. این حالت اکتیویتی ریپورت است و نشان میده که فرض مثال فلان لکچر یا فلان عنوان ما، مثلا لکچر 0 کورس اینترودکشن 25 دفعه در 16 ساعت توسط 16 یوزر دیده شده یا بازدید شده. آخرین دفعه که بازدید شده از این کورس مثلا چی زمانی بوده. و همین ترتیب به اساس تمام عناوینی که یا تمام فایل ها یا تمام اکتیویتی هایی که شما در داخل کورس خود تعریف کردین برای شما میایه و یک گزارش کلی ارائه میکنه. این در قسمت اکتیویتی ریپورت بود.
راپور بعدی که داریم به نام کورس پارتیسیپیشن هست. این گزارش رو اگر بیایم نگاه بکنیم، میایم و از قسمت بالا چون گفته برای کدام بخش از کورس ما میخوایم مثلا تصمیم بگیریم که نشان بده فعالیت ها رو، میتونیم از این قسمت انتخاب بکنیم که فعالیت ها نشان بده و از این قسمت میتونیم انتخاب کنیم که فقط راپور مربوط به محصلان نشان بده. بعد از روی گزینه گو که کلیک کنیم، البته چون اینجا من هیچ کدوم از این ماژولا رو انتخاب نکردم چیزی نشان نمیده و میتونیم ما فرض کنیم حاضری فرضاً هفته اول رو کلیک کنیم و ببینیم چقدر از محصلا به این اشتراک کردن. ببینیم تا به حال میشه گفت چون این قسمت کالم نو نوشته هست، یعنی هیچ کسی تا به حال داخل از این نشده یا از این استفاده نکرده یا ندیده فرض مثال به همین ترتیب. خب این شد گزینه دومی ما که به نام کورس پارتیسیپیشن بود و گزینه آخری به نام اکتیویتی کامپلیشن هست. اگر این گزارش بیایم و ببینیم، میتونیم ببینیم که محصلای ما تا به حال کدام یکی، این قسمت بالا اگر نگاه کنیم اینا عناوین یا فایل ها یا اکتیویتی هایی که ما داخل کورس خود تعریف کردیم هست. قسمت طرف چپ لیست محصلان هست و این تیک مارک هایی که اینجا میبینیم محصلان بعد از مطالعه هر کدوم از بخش ها جلو همون لکچر مربوطه یک گزینه تیک کلیک کردن. این گزینه تیک به این قسمت هست، یعنی وقتی که ما داخل کورس خود یک محصل میایه، به طرف راست اگر نگاه کنیم یک تیک مارک داره. محصلان میتونن بعد از مطالعه هر بخش پلوی تیک مارک کلیک کنن و به این قسمت اکتیویتی ریپورت نشان میده که محصل ما کدام بخش‌ها رو تکمیل کرده و برای تمام محصلان جدول وجود داره و به راحتی میتونن وقتی که اونو پر کنن یا تیک بزنن به اینجا برای استاد نشان میده که فلان محصل فلان بخش رو تکمیل کرده یا چقدر پیشرفت در داخل دروس داشته. خب میایم دوباره به قسمت تنظیمات میایم و به قسمت مورتوری که بیشتر گفتیم. قسمت ریپورتس دیگه بخشای هم داره، مثلا قسمت لاگز داره و همچنان لایف لاگ داره. خب او را میایم و میبینیم که داخل اونا چه چیزی داریم. خب داخل یکی از اون بخشا میشه گفت ما یک قسمت از اون که هست به نام لایف لاگز هست، نشان میده که فلان محصل یا فلان شخص، مثلا خود من آخرین دفعه که از کورس بازدید کردم فرضاً مثال به چه زمانی بوده و از فلان آی پی آدرس کامپیوتر فرضاً به این کورس دسترسی داشتم. شما به همین ترتیب تاریخ‌ها و همچنان زمان را میتونید برای تمام افرادی که در داخل کورس هستن مشاهده کنین و ببینین آیا داخل کورس شدن نشدن، آیا میبینن اطلاعات، استفاده میکنن از کورس ها یا خیر. و همچنان میتونیم به این حالت به این قسمت دیگه یا میشه گفت گزینه خود لاگز خالی، یک لایو لاگز داریم یک هم لاگز. به قسمت لاگز اگر باز کلیک کنیم و صفحه جدید ببینیم، میتونیم که اینجا کلیک کنیم و ببینیم که خود محصلا جدا جدا هر کدوم از اینا چه زمانی یا چه اوقاتی از کورس دیدن کردن و همچنان ساعت یا تاریخ را میتونیم مشاهده بکنیم. خب تشکر از توجه شما. ای بود معرفی بخش حاضری و همچنان استفاده از سیستم HLMS برای از اینکه ببینیم آیا محصلا در داخل سیستم فعالیت دارن یا خیر. موفق باشید.